آقای نوری رو که بالاخره وقتی ما تبادل کردیم با یک زندانی سوئدی، خود همین یک داستان جالبی داره واقعا. ما میدونستیم که منافقین بسیار حساسن و میدونستن که ایران داره تلاش میکنه که آقای نوری رو بیاره، حالا در طریق تبادل و هر طریق دیگری. و طبیعتا اگر مثلا خبر این هم درس پیدا میکرد، میتونست این فشار سنگینی رو همین گروه تروریستی به دولت سوئد بیاره و مانع این آزادی بشه. من این رو خدمت فقط تو همین عرض بکنم. من موقع خبر آزادی آقای نوری رو اعلام کردم که دیگه از عمان پرواز کرد، نیم ساعت از پروازش گذشته بود، در آسمان به سمت ایران بود که من اعلام کردم. من حتی به وزارت خارجه اطلاع نداده بودم، من موقع امور قضاییه بودم. فقط در کشور 5-6 نفر اطلاع داشتن آقای نوری تو راه بازگشته. عجب. حتی یک نفر، اینم بذار بگم جالبه، بالاخره برخی از اینا خاطره هست، حتی یه فعال رسانه‌ای و توییتری نمیدونم از کجا این خبر رو فهمیده بود، این خبر رو زد و من اتفاقی در دقیقه 5-6 انتشار این توییت این رو دیدم. بلافاصله پیدا کردم شماره ایشون رو، بهش گفتم باید حذف کنی و اگر این تبادل به هم بخوره شما یه مجرم امنیتی هستی از نظر ما. عجب. و اون توییتش رو حذف کردیم. چرا؟ چون می‌خواستیم این فردی که بیگناه دستگیر شده رو به صورت ایمن برگردونیم دیگه. خب وقتی شما ایشون برگشت رسید و مصاحبه آقای نوری، خبر من که پخش شد، ببینید چه سر صدای گروه تروریستی منافقین اونجا انجام داد. یا آقای اسدی هم همچنین. آقای اسدی هم در واقع گروه که خب بلژیک باید قانونی رو تصویب کرد برای انتقال محکومین. ببینید گروه تروریستی منافقین چه نفوذی در بلژیک داشت که وقتی این قانون در پارلمان تصویب شد، اینا رفتن شکایت کردن علیه دولت بلژیک. شکایت کردن، اینا دعوا طرح کردن و مقامات عالیه بلژیک از اختیارات سیاسی خودشون استفاده کردن، وگرنه طبق شکایت شاید نمیتونستن این کار رو انجام بدن. ببینید من بعدها به برخی از این دیپلمات‌های اروپایی گفتم و سفرای اروپایی که بعد دیدار من اومدن در قوه قضاییه، گفتم ببینید شما میزبانی از این گروه‌های تروریستی میکنید، اما همینا بلای جون خدا شما میشن. و نمونه همین گروه تروریستی منافقین در بلژیک رو بهشون گفتم. گفتم ببینید گروه تروریستی منافقین در بلژیک حضور دارن، وقتی شما برای منافع خودتون، آزادی طبیعی خودتون وارد تبادل با ما می‌خواستید بشید، علیه خود شما شکایت کردن در دادگاه خود شما. و چرا میزبانی میکنید از این گروه تروریستی؟